قضیه اینه که صرفا یه پرفورمنس بوده، یه پرفورمنس آرت برای غرفه. اصلا قصدتون یعنی این نبوده که این کارو بکنید؟ نه بازیگریم، من خودم دانشجو رشته بازیگری ام. خیلی خوب بازی کرد، مردم باورشون شده دیگه. واقعا اینطوری بود. اکثرا فکر می‌کردن ما رباتیم. یعنی من نمونه هستش خانومه اومده با من عکس بگیره، دست زده به من سلام عزیزم چطوری، که ببینی من آدمم یا رباتم. آخه اصلا ما هنوز به اون میزان از تکنولوژی نرسیدیم که اینقدر واقعی بتونیم در بیاریم. شاید رسیدیم. شاید رباتیم. شاید سطح توقع و انتظار مردم، یعنی واسه قصدی نداشتید که ما رو گول بزنید که نه ما این قصد رو داشتیم، نه اون غرفه و نه اون نمایشگاه اصلا مربوط به ربات و فناوری و این چیزا بود. اگه ازم میپرسیدی رباتی من میگم نه. بعد این نظرات مردم و اینا رو میخوندید که خیلی ها مثلا منفی بود، مثلا فوش داده بودن. من نخوندم حقیقتا. من هیچ کدوم نخوندم از لحظه اول. دو تا دیتاتون کم نیست، یکم نسبت به فضا. من فکر می‌کنم واسه خودم بهتر بودش که دیتام توی این مورد کم باشه. به نظرتون دیتای اول و دومو کی باید حساب کنه؟